زیارت شفام بده. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به پارت دوم از فرار از چسب. سلام بچه‌ها، امروز دوباره اومدیم با چالش فرار از چسب. تقاضایی که داشتید شما خوبان که یکم سخت‌ترش کنیم و مجازاتش هم سنگین‌تر، دوباره اومدیم خدمتتون. این سری قراره که مامانم تنهایی منو ببنده به چسب و اگه بعد از نیم ساعت تونستم خودم آزاد کنم که خدای شکرت، اگه نتونم خودم آزاد کنم با این فلک میشه. خدا این مجازاتای سخت تو کامنت ها ننویسید. وقتی می‌نویسید دیگه مامانم میگه بیا این ویدیو رو بگیریم زودتری. قبل شروع ویدیو یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید هر نظری دارید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. زنگوله رو روشن کنید. بزنین بریم. چسب نو گرفتیم، خرج کردیم. نگاه بیا. خودم دارم به گروگانگیرو کمک میکنم که چسبمو باز کنم. یا خدا. فلک بشه. این دفعه خیلی سختش کردیم. اون هم بذارید بچه ها نگید ندیدید. تقلبی در کار نیست. آها محکمه تقلب کردیم. به نظرتون میتونه خودشو تو نیم ساعت نجات بده؟ به نظرتون میتونه؟ کمک بی کمک. هلپ بی هلپ. اینم از فرناز خانم که گروگان منه، گروگان من. کمک بی کمک. خب حالا میخواد خودشو نجات بده. نیم ساعت وقت داره تا خودشو نجات بده. نهاش ببینیدش. میفهمی چی میگم؟ صدا میاد؟ میفهمی؟ صدا نمیاد. اونم از دستش. ببینید اینم دستاش. تکون نخور میفتی. اینم از پاهاش. خب حالا بشین. میخوای وایسادگونه خودت نجات بدی؟ زمان 1 2 3. کمک. صدام نمیاد. صدام داره میاد. خوشحال صداش داره میاد. بذار اول دستشو از دست شروع کن. سلام بچه ها، صدای من میشه. آی ببینید این دستش داره تلاش میکنه دست من فرار کنه. بچه ها خیلی این چسب خیلی سفت‌تر از چسب قبلیه. نوعه. کاش که اول میتونم دهنم باز کنم. نه قانونی نه سر دستش میگه دهنم باز کنم. میگه دهنم باز. نه دهن تو نمیتونم. دستت فکر کنم باید بذاری آخر کار، چون که دستت باز کردی و با دست دهن تو کنم. اگه دستتو باز کردی میخوای با اون دهنتو پاشم باز کنی. اون لپم چسب. سعی کن ببینی میتونی لپتو بسپر بکنی. صداهای خودت صورتش حالا صورتو چجوری کردی؟ او یه کاری بود میکنی. کاش میخوابیدم رو زمین خودم میکشیدم رو زمین. نه؟ بله گل میخلطونی؟ بخوام رو زمین. تلاش برای نجات. کمک. تلاش برای اینجوری کنم برم دم یکی میتونم صدا بزنم بیاد کمک کنم. نه؟ کمک. اگر سر جات میخوام بخوابم رو زمین بریم. با خود رو گل بغلطونی. افتادم رو مجازاتم. خط کشم.
کنار تو نمیتونی منو مجازات کنی. بذار کاش ما بسته بودم، نمیتونم بخوابم. خواهرم بخواد چی کشه؟ میخوام صورتمو با دفعه پشت سنگی بگیرم چمار. خفه شد. خفه شدم. اگه دزد نکشتم گروگانگیر و از خفگی میمیرم. شدم مثل سوس که دیگه میافتم تونه بلند شه. سوس که پیف باخت قدیمی ها امشید دادم. امشید باشید که کمان سوس را که میبینی داده های سوس را که میبینی بر زمین افتاد من میدواند خدا نجات دهد. سلام علیکم. اگه یکیشو باز کنیم باقیهشو میشونیم. یکی که آزاد شی این کار میکنم ات میتونم دستون باز کنم. نجات میبینیم همچنان این در مورد تکافل برای نجات خودم. خیلی گرمه داره خفه میشه. کاش که یه راهکار براش پیدا کنی نمیشه. خنده شیطانی. گرمه. موضوع ببندم میشه موهام ببنده لطفا؟ ما شدیم کنار که موضوع کمکش. ممنونم خانم گروگانگیر که کمکم کردی. وای کاش میتونم صندلی میشستم. یه رو صندلی میگیرم نمیدونم چیکار کنم. خودت طولی میگیری نمیدونم چیکار سراخ دهنم سراخ دهنم کشید. سراخ دهنم اگه باز بشه چقدر مونده از زمانم؟ توی لبت باز شده روی لپات کشیده. خسته شدم. ساعتی نه یه چیزی میتونم پیدا کنم کمکم کنه. صورت هم میتونم بکشم روی میریزه رو سرت. بذاری راه پیدا کنم. این از اون صورت بکنی مانه دارم بیس میکنم. وقتی زیارت شفام بده کمکم کن. نمیشه. راستاش بیهوده بوده. یه راهکار باید دارم ولی بهت نمیگم. میشه کمکم کنی؟ نه احمد دهنم گیر کرده. تو مردم بلند شم. ولی یک تصمیم گرفته داره دوباره رو صندلی. با صندلی تعادلم بیشتر. صندلی با صندلی توی ما نگفتی تو این دیالوگ چه فیلمی؟ شاید نه سابسکرایب کنید چیزی بلند این دیالوگ تو چه فیلمی بود؟ شرک شرک چند؟ یک با دیگه نمیتونم بلند شم. خدافظ. به خاطر هم تو فیلم ها وقتی میافتن و زمین دیگه تماما میمیرن. نه نمیشه تو تو فیلم ها بسن دارم کمک کنم بلند. باشی شدن یه من بکنم تموم شد زندگیم. تلاش کن تلاش کن. میتونم با این مجازاتم کمک بگیرم؟ همه کار میتونی بکنی. همه سعی کنی. چالش توه. باید خود را نجات دهی. حواست باش فقط به خودت آسیب نزنی صورت وقت نشه. نه موفق چشمت مادر عزیزم چشمو بله بساف بچه ها
بچه من موفق شدم. سلام بچه ها. لبم پخش نشده؟ نه پخش شده. بچه من الان خیلی میشه کم بخوابم استراحت کنم. جور بخوابم. بچه نگاهش کنم قشنگ انگار یه سوت پیک باف زدن بهش هی میفته منتظر یه دمپایی بود. نه نگاه کنی یه سوسکیه که پیک باف خورده یه عذیانیش از اون برش منتظر یه دمپایی نه خوبم. نه چرا میگه سوسک بچه خواهم کنم قرار نقش یک سوسک نکن. نه مشکی هم پوشیدم از این سوسک مشکیه زشتا خطیه ها به گونه جدید از سوسک. میشه کمکم کنیم برم بشینم رو صندلی؟ بچه ما وسط گروگانگیری شارژ میکروفونم تموم شد. این هم چسبیده اینجا من کمکم کنم. شاید یکم صدامون رو ضعیف‌تر بشنوید دیگه. به بزرگواری خودتون ببخشید. شرمنده. کمکش میکنیم بره. بذار من اینجوری شم. بالا بشینه. خانم خوشگل من کمر ندارم لطفا خودتم کمک کن. بلند شو. بلند شو. وای بکن. باشو. بس. نیفتی. بشین اینجا. ممنونم. خواهم پامو باز کنم. خب اول چون اگه دستمو باز کنم دیگه پامو میتونم باز کنم دیگه. چقدر از وقتمون مونده؟ از وقتتونم 5 دقیقه دیگه وقت داره که بتونه خودشو نجات بده. به نظرتون میتونه نجات بده یا با این فلک میشه؟ نه من نمیخوام فلک شم. فلک میشه. میخوام به همتون ثابت کنم که من فلک نمیشم. بعد از این همه مدت فقط تونسته دهنشو باز کنه. حالا داره تلاش میکنه. خیلی چسبیده. داره تلاش میکنه پاشو باز کنه. بذار من کمکت کنم. یه شلوارتو بکشم بالا. شلوارشو بکشیم بالا. باش این من چسبیده. تلاش میکنه شلوار باز کنه. نمون بس عاجز شد. کمک. من فکر میکنم فلک میشه. وای نه میشه با دندون برم بازش کنم. حرفایی میزنم شاید بتونم. از کجا میدونی؟ خانم خدا نگاش کنید. نگاه مدر تلاش کنید یعنی با دندون نگاه خدا دستم به پام نمیرسه. یه جورایی دیگه دلم براش میسوزه. یه جور چون مادرتون براش نمیسوزه. نگاش کنید تو رو خدا گرما عرق ریخته. چقدر دیگه مونده از وقت؟ یه 2 دقیقه دیگه وقت داره بچه نجات بده. اگه پامو اینجوری فشار بدم میخوام باز کنم فکر کنم فشار بده. تلاش کن داره کمی تلاش کن. یه پاشنه پاتو از توش دراری میتونی راحت پاشنه پاتو درار. اینه اون بدم باید ببینیم چی به چیه. پاش شده قرمز. خیلی گرمه. میتونم. چقدر دیگه مونده؟ خیلی کم 30 ثانیه. تلاش کن وای تلاش جدی پام واقعا داره باز نمیشه و پام داره اذیت میشه جدی. وای پام قرمز دونه دونه ای شده میبینی؟ 10 9 8 7 6 کجا رفت؟ 5 4 3 2 1 تمام. بیا بشین. بچه من هنوز 30 دقیقه تموم شد و من نتونستم دست و پامو باز کنم. یه نگاه میشه برام اینو بازش کنم. بچه ها خیلی دستم در گرفته. فقط تونست دهنشو باز کنه. ولی گناه دارم. چرا کمکم اصلا نکردی؟ نباید کمک کنم. اگه کمک کنم که دیگه نمیشه چالش.
شما از زارا نبودی که از وقتی که شما تصمیم گرفتید کانال یوتیوب رو بندازید آی دستم داغون شد. الان واقعا داریم نه دخترتو مجازات کنیم. آره خب گناه دارم. میشه یه تجدید نظری بکنی و لطفا من رو مجازات نکنی از دلم. نه من که خیلی دوست دارم مامانمی. منم خیلی دوست دارم ولی فلکت میکنم. آخه با این مامان با چی؟ با این قلیون؟ نه او که بدتر. این قلیون هم چیز خوبیه. نه مامان نه عزیزم نه میشه یه امتحانی بکنم ببینم چجوری دردش چقدره چه حد میشه یه کمی آروم‌تر بزنی از اینکه زدی یه کمی آروم‌تر شو بریم فلکت کنم بلند شو. حالا هم باش داشتم میافتم. خب همینجا میشه فرود بیارم جا فرود بیارم. منو ببخشی نه بخواب هیچ بخششی در کار نیست بخواب. کجا میری؟ همینجا بخواب. چیه کف بار چند فلکش میکنی بدا بگی بدا یکی نخواب یه نخواب نخند دستم افتاد. خب بکن دیگه. چهار تو کجا؟ بلند شما دارم میبینم. نه بخواد ببینی بعد میبینی. برایش دادیم وسطش. شما گلوگان منی بخواب ببینم. قشنگ به خودم استراحت میدی. چیش دلام زدش خالی میکنم. دیگه همون باش دردون که آخه نو آخریش محکم تر چه بلند شدی؟ کی گو بلند شدی؟ نه دیگه تموم شد دیگه. نه خیلی همچنان گروگان منی. دقیقه بریاد فهمیدم خالی کرده امروز رو. خیلی محکم دستمشو چندین دور زیاد پیچیدم. خیلی محکم با دست خیلی گاه پشت رو بایدشون. اینم به مجازاتشون بودم. واقعا اصلا خود کلن چالشی و مجازات من نمیم چرا مجازات مبارمش میشه با همین فلک رو برم خیلی سال دیگه بچه واقعا اگه تا اینجای ویدیو دیدید لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا یادتون نره. ممنونم. خیلی اذیت شد. واقعا خیلی چالش سخت و طاقت فرسایی بود و اصلا فکرشو نمی‌کردم که مامانم بخواد این بلا سرم بیاره و گفتم شاید ببین خود آسون میگیره بگی دختر عزیزم گناه داری کوچولویی کوچولو دختر عزیزم نه اصلا هم چیکار نکرد مامانم. نمی‌کنم چالش بعدی از بدتر سعید میارم. بچه باید سعی تو بیشتر میکردی. خیلی سعی نیم ساعت اولشم سعی میکردم. اگه سعی نمیکردم سعی چیکار میکرد؟ سعی چیکار میکرد؟ نظرتون راجع به مامان ظالم و بیرحم من بنویسید تو کامنت ها و بگید که نباید با دخترش هم چیکار بوسم میکنه این فایده نداره عزیزم. مرسی که تا آخرین ویدیو دیدید و امیدوارم که لذت برده باشید. تو رو خدا دیگه تو کامنت ها ننویسید که چالش با فلک و مجازات و اینا. مامان ببینید ته صدش رو میذاره واسه مجازات. مرسی که تا آخرین ویدیو ما بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بای بای.